همیشه تو هر فامیلی یه خانواده هست که کارش فقط به هم زدن روابط بین بقیه است. از کاهکوه ساختن از تخصصهای این خانواده هاست. بررسی هم که میکنی متوجه میشی یه خانومی لیدر این اختلافاته. اول حمله میکنن به خانواده شوهر، رابطه بین برادر و خواهر رو به هم میزنن، رفت و آمدا رو کم میکنن. بعد که دیگه خیالشون راحت شد و متوجه شدن که پای خانواده شوهر بریده شده، میگن خب چیکار کنیم الان؟ بیکار شدیم، کجا بریم فتنه کنیم؟ میرن سمت خانواده خودشون، هجوم میارن به خواهرشون، بچهای خواهرشون، برادرشون، بچهای برادرشون. ولی خب چون خانواده خودیه ملاحظه میکنن. وقتی هم دلیل رفتارشون رو ازشون میپرسی، برات یه دلایلی میارن که تو روحت هم خبر نداشته، که چرا فلان روز همچین حرکتی کردی، چرا اون حرفو زدی، چرا سلام ندادی. اینا انگل‌های هر فامیلی هستن. آخرش هم با همه قهر تو انزوا یه گوشه زندگی میکنن.